من شما رو به چالش بزرگ نوت‌خوانی دعوت میکنم. می فا سول لا سی دو ره فا ره می ره سول دو فا لا می ره می سول ره دو سی لا دو فا می سول فا ره لا دو می ره دو سی فا می ره دو لا فا ره سول فا می دو لا فا ره سی ره می لا ره دو. همون میزان بخون، همون میزان آخر. می وایسا از سرزب شروع. می لا ره دو. نه از اول بگیم. نه وقت نداریم، دوره همون میزان. دو شروع کن. می لا سول لا فا. خط بعدیشو بلد نیستم. بدون مترونوم رو قطع میکنم، بدون مترونوم بخون. آخه تا آخر نتم. اشکالی نداره، یواش ببین تو باید نوتا رو فقط تشخیص بدی، همین. من نمیگم حفظ کن، حفظی نیستش اصلا. بتونی بخونی. ره سول می فا لا دو ره. تمام. ببین به همین راحتی. یادت نره قرار نیست نوتا خونده بشه تا حفظ بشیم. شاید یه نفر خیلی بخونه حفظ شه، اون خب اشکالی نداره دیگه، حفظ شده. ولی وقتی تو حفظ نباشی مثل مشقای فارسی میمونه. تو الان درسای فارسی رو حفظی؟ چیکار کردی حفظ شدی؟ زیاد خوندی حفظ شدی، درسته؟ خب آیا معلم میگه بچه‌ها حتما درس فارسی رو حفظ کنید یا اینکه میگه عروش فقط بخونید؟ تمام. مگه اینکه شعر باشه، شعر رو میگه حفظ کنید. بریم داشتی میخوندی خط سوم میزان دوم. خط سوم میزان دوم. برو. لا سول فا ره سی لا سول فا. بی اشتباه. برو بعدیش. ببین اصلا به من نگاه نکن فاطمه جان، برو فقط رد شو. برو میزان 3 و 4 و 5 همینجور برو جلو. می دو لا سی سی لا سول می دو سی. نه سول می سول سول. وایسا. سول می. آره. سول می دو سول لا سی. برو بعدیش نترس. می نیست. چرا؟ فا می ره سول. سولو بکش. فا بیشتر. این فا می ره سول. فا می ره سول. برو بعدی. می فا سول لا سی دو ره سول. ره سول. درسته بعدیش؟ بعد این چیه؟ دوه؟ ای گفتی چیه؟ سی. نگاه کن مگه این لا نبودش؟ اگه نوت آخرتو نگاه کنی لا. این چه فرق؟ فیلم میگیره.